روزنامه‌های ازبکستان چند روز اخیر از یک حادثه دهشتناک و در عین زمان مرموزی که در ولایت خوارزم رخ داده است می‌نویسند. بنا به گزارش‌های نشر شده، مدیر یک یتیمخانه اویلوی دختران نابالغ به کسی که مؤسسه‌های تحت اداره‌اش را در عوض گرفتن مبلغ و هر گونه اشیا و مواد خوراکه مجبور می‌کرده است تا با منصبداران محلی و مردان پدافیل علاقه جنسی کنند. سامانه گزیت اوز در یک مطلب مفصل این قضیه را پیگیری نموده می‌نویسد: یلدوز خدایبرگنووا مدیر یتیمخانه اویلوی در نویه ینگرق ولایت خوارزم در دوام 10 ماه از ماه مای سال 2021 تا ماه فوریه سال 2022 سه دختر یتیم نابالغ تحت تربیت خود عزیزه 15 ساله، دیل 16 ساله و رعنای 17 ساله را مجبور نموده است در مدت 10 ماه پیوسته با منصبداران محلی از جمله با سردار ریاست کمیته حالت‌های فوق‌العاده نویه ینگ عریق انور کوریازوف 44 ساله و سردار شعبه وزارت عدلیه ولایت خوارزم اویبک مشریپوف 39 ساله علاقه جنسی کنند. بنا به گزارش‌های نشر شده، یلدوز خدایبرگنووا در اول ماه مای سال 2021 عزیزه 15 ساله را مجبور می‌کند تا با یکی از آشناهایش علاقه جنسی کند، ولی عزیزه برای همخوابگی با آن مرد سالخورده که از دوستان مدیر یتیمخانه بود راضی نمی‌شود. برای شکستن رویه این نابالغ مدیر یتیمخانه برادر خرده عزیزه را در پیش چشم همه کودکان باسی می‌کوبد و تا زمانی به پیشنهادش راضی نشدن عزیزه شلاق زدن را بس نمی‌کند. همین طور مدیر رویه عزیزه را شکسته در آینده بارها او را با همخوابه شدن با مردهای گوناگون وادار می‌کند. در ماه اپریل سال 2021 باشد سردار شعبه وزارت عدلیه در ولایت خوارزم اویبک مشریپوف که عضو کمیسیون بین اداروی ولایت خوارزم اویل به مبارزه به ضد خرید و فروش آدمان نیز بود، به مدیر یتیمخانه یک پرینتر داده بر عوض آن از وی خواسته است تا یگان دختری را از زیر دستانش برای قانع کردن نفس شهوانیش در اختیار این منصبدار بگذارد. مدیر یتیمخانه این دفعه بر رعنای 17 ساله فرمان می‌دهد تا با مشریپوف علاقه جنسی کند. رعنا نیز از فرمان مدیر سرپیچی می‌کند. در جواب مدیر یتیمخانه بر رعنا خوراک نمی‌دهد و از دیگران او را جداگانه نگاه می‌دارد. حتی اجازه به بیرون برآمدن را نیز نمی‌دهد. در آخر مدیر یتیم نابالغ را متهم می‌کند که مشریپوف برای او به مبلغ 250,000 سوم ازبکی برابر به 235 سومانی پاپوشه ورزشی خریده است و او باید با این مرد همخوابه شود. پس از فشارهای روحی و جسمانی طولانی، مدیر رعنا را به خانه‌ای که برای کارمندان وزارت عدلیه همچون خانه خدمتی از طرف دولت جدا کرده شده است حاضر نموده شرایط فراهم می‌آورد تا منصبدار دولتی با رعنا علاقه جنسی کند. در آخر مشریپوف با رعنا علاقه جنسی نموده نفس شهوانی خود را قانع می‌گرداند، ولی با گذشت 1 ماه این کارمند وزارت عدلیه دیگر باره از مدیر یتیمخانه طلب می‌کند تا برای او دختری را به همان خانه خدمتی کارمندان وزارت عدلیه بفرستد. این دفعه مدیر عزیزه 15 ساله را می‌فرستد و دفعه دیگر دیل 16 ساله را. همین طور این حادثه در دوام 10 ماه بارها تکرار می‌شوند. این خانه خدمتی کارمندان وزارت عدلیه به یک مکان عیش و نوش مشریپوف تبدیل می‌یابد و بارها در آنجا دختران یتیم و نابالغ را دست‌دروزی می‌کند. همچنین این منصبدار در آخر ماه یونیو سال 2021 به مدیر یتیمخانه 200,000 سوم ازبکی برابر 185 سومانی داده با رعنای 17 ساله همخوابه شده است. بعدا نیز باز به یتیمخانه آب گازناک و کمی خوراک آورده در داخل بنای یتیمخانه عزیزه 15 ساله را تجاوز می‌کند. سامانه خیروی نملچی اوز در نتیجه پیگیری این حادثه نوشته است: از بس که نابالغان در شرایط وابسته از مدیر یتیمخانه قرار داشتند نتوانستند به یگان مقامات دخلدار شکایت کنند. از همه جای ناامید کننده این حادثه آن است که با وجود خبردار شدن مقامات دخلدار از این قضیه و گشودن پرونده جنایی در ماه سپتامبر سال 2022 دادرس دادگاه نویه خیوه دلمراد عطامرادوف مدیر یتیمخانه را به 5 سال و 6 ماه زندان محکوم کرده، ولی آن دو منصبدار دولتی را فقط به 1 سال و 6 ماه به حبس خانگی محکوم کرده است. از روی حکم سود این دو منصبدار از ساعت 10 شب تا 6 صبح
نباید مکان زیست خود را ترک کنند. بلاگر ازبک اسلام کپرزو نوشته است که به این هم آنها شب در خانه خود خواب میکنند. کجا باید هم بروند؟ در این بی‌وقتی شب حیات دختران 15، 16 و 17 ساله را سوختند. به جای آنکه در زندان باشند آنها در خانه های خود خوابند. بنا به اطلاع مسئول تلگرام کانال کانتکس اوز ایرینا ماتوینکا، مدیر یتیمخانه، این دختران یتیم نوبالغ را با مردهای زیاد مجبور به همخوابگی کرده است. از جمله 3 مرد با نام‌های فیض‌اللهیف، کینجایف و عبدوکریموف نیز بارها با دختران یتیم علاقه جنسی کردند، ولی آنها در رفت مرافعه دادگاهی باعث شاهد اشتراک نموده به جوابگری جنایی کشیده نشدند. بنا به گفته این مردها دختران یتیم و نابالغ با خواست خود با آنها علاقه جنسی کردند و آنها را کسی مجبور به این کار نکرده است. در ماه دکبر سال 2022 دادگاه اپلیاسیونی ازبکستان نیز این پرونده را بررسی کرده قرار دادگاه زینه پایانی را به تغییر گذاشته است. نشریه 924 روز نیز نوشته است که در خوارزم شبکه پدافیل ها فعالیت میکنند که اکثریت آنها منصبداران بلندپایه دولتی هستند و پیوسته از صغیرخانه ها دختران نابالغ بیکس و تنها را برای قانع کردن طلبات شهوانی خود استفاده میکنند. پس از رسانه‌ای شدن این قضیه دختر کلانی پرزیدنت ازبکستان شفقت میرزیویف سیدان میرزیویف به آن توجه کرده وعده داده است که حق را به اقدار میرساند. بنا به گزارشات در سال 2022 در ازبکستان 469 مورد تجاوز به ناموس دختران نابالغ تا 16 ساله به قید گرفته شده است. از این لحاظ حکومت این کشور میخواهد جزا به این گونه جنایت را سنگین تر کند.